الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. خواهران سوال نمودند که آیا برای زن مسلمان کوتاه کردن موی جایز است یا نیست؟ بارک الله فیکم. علمای اهل اسلام برای بعضی از نمودهای کوتاه کردن موی نص را دلیل را وارد کرده اند که در بعضی حالتها کوتاه کردن موی برای زن حرام است. به مانند یکم، اگر زن خود را در حالت کوتاه کردن موی به کسی از کفار مانند بکند، تشبیه بکند، برای اینکه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگویند من تشبه بقوم فهو منهم، هر کسی که خود را به قوم مانند کند از اونها است. پس برای زن مسلمان حرام است که مویش را به یک کافره مانند بکند، به خاطر همین موی خود را پس بکند. در این حالت هیچ اختلاف نیست که این حرام است و به این دلیل حرام است. یا که مویش را به خاطر تبرج، یعنی به خاطر به بیرون برآمدن، به مردم نشان دادن پست بکند، یعنی زیبایی موی خود را، یا که در این حالت نشانتی باشد، در این حالت هم پست کردن موی، کوتاه کردن موی برای زن مسلمان حرام است و این به اتفاق علما است. سیوم حالت، اگر زن موی خود را پست کند، کوتاه کند، به همان حالتی که به موی مرد و شکل مرد مانند بشود. امروز البته بعضی از زنها رو میبینیم که البته کافره ها مویهایش رو پست میکند، مثل موی مردها هست. برای زن مسلمان کوتاه کردن مویش و نمودی مویش رو مثل نمودی موی مرد کردن و موی خود را تشبیه و مانند کردن به موی مرد برای زن مسلمان حرام است و این به اتفاق علما است و هیچ اختلاف نیست. برای این دلیل است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگن لعن الله المتشبهات النساء بالرجال، الله لعنت کرده است همون زنهایی که خود را مانند میکنند به مردها. یعنی زنی که مویش را به موی مرد مانند میکند، اینچنین پست میکند و کوتاه میکند که به مرد مانند است، البته این به لعنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و لعنت الله گرفتار شده است. و البته هر چیزی که به وی در شریعت لعنت آمده است، هر عملی که حکمش به لعنت آمده است، البته این گناه کبیره است، باید ترک بکند. و اینچنین علما میگن اگر زن کوتاه کردن مویش را در نزد یگان مرد بیگانه باشد، چخیلی که امروز سالن ها وجود دارد، جای های وجود دارد که مردها موی زن را کوتاه میکنند، این به یگان اختلاف حرام است و این گناه کبیره است. و اینچنین علما میگن پنجم حالتی که جایز نیست برای زن کوتاه کردن مویش، به اجازه شوهرش باشد. به اجازه شوهرش اگر موی خودش را کوتاه کند، البته این حرام است، جایز نیست. و البته این 5 حالت است. حالت یکم به خاطر به بیرون برآمدن، نشان دادن، به خاطر به دومش به خاطر به کافرات و فاسدات، به یگان فاسقه های کافرهای این یا که مرتدها خودش رو مانند کردن باشد. حالت سوم یا که خودش رو به هیئت مرد مانند بکند. حالت چهارم یا که مویش رو یگان مرد بیگانه پس بکند. حالت پنجم به اجازه شوهرش مویش رو پس کند. در همه این حالت ها پست کردن یا کوتاه کردن موی برای زن حرام است. و البته دلیل هم به این وارد شده است و دلیل ها البته ظاهر است و حکمت از حرام شدن در این حالت ها معروف است، همش به شما ذکر شد. بارک الله فیکم. اما اکنون مسئله دیگر به وجود میاد. اما اگر یک زن مسلمان موی خودش را به خاطر زیبا کردن و به خاطر زینت، به خاطر زیبا شدنش در نزد شوهرش، به خاطر خوش آمدنش به شوهرش کوتاه کند، آیا جایز است یا نیست؟ البته در این مسئله علما اختلاف کردند. در 5 نمودی که در بالا ذکر کردیم هیچ کس اختلاف نکرده است. در وی مسئله 5 گانه‌ای که در اون حالت ها کوتاه کردن موی برای زن حرام است، علما همه اتفاق کردند، دلیل وجود دارد. اما در این مسئله برای شوهر، برای زینت، برای زیبایی به نزد شوهر، زن از این محرمات دور شود، برای شوهرش خودش موی خودش را کوتاه کند یا یک زن کوتاه کند، آیا جایز است یا نیست؟ در این مسئله علما اختلاف کردند. بعضی از علما حرام گفتند، مطلق حرام گفتند، موی را پس کردن حتی به خاطر زینت باشد. هم بعضی ها
مباح دانستند و بعضی ها البته مکروه دانستند. و قول راجح از این جهت اگر زن موی خود را برای زینت به شوهرش، برای زیبا شدن به شوهرش بکند، در این حالت یا که برای زینت خودش بکند، نه به خاطر شوهر، به خاطر خودش کند، اما به مرد مانند نکند، به کوچه خودش رو پهن نکند، مردی بیگانه رو نشان ندهد، به مردها خودش رو مانند نکند، در این حالت جایز است و باکی ندارد. بارک الله فیکم. و سخنی صحیح از سخنهای علما همین است و علمای اهل سنت و جماعت اکثر علما برای زن جایز دانستند که موی خود را به خاطر زیبایی شوهر کوتاه بکند. چرا؟ برای اینکه قاعده وجود دارد لأن الاصل في العادات الاباحه حتى يرد الدليل على تحريمه. الاصل في عادات الاباحه، اصل عادت این اباحه است، مباح است تا همان زمانی که دلیل بیاید و این را تحریم کند. یعنی اصلی این موپسکنی عادت است، این عادت یک قوم است، اصل عادت این مباح است. باید یک دلیل بیاید و حرام کند که مو را برای زیبایی و برای زینت در نزد شوهر زن کوتاه کردنش حرام است. دلیل باید باشد و هیچ دلیل وجود ندارد. علما اهل سنت و جماعت میگن که هیچ دلیل برای کوتاه کردن موی زن به خاطر زینت در نزد شوهرش حرام، برای حرام بودنش دلیل وجود ندارد. اما برای جایز بودنش دلیل وجود دارد. دلیل این حدیثی هست که امام مسلم رحمه الله در کتاب صحیح مسلم صحیحشون روایت میکنند که میگویند حدیث از ابی سلمة ابن عبدالرحمن رحمه الله است که گفت کان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم یأخذن من رؤوسهن حتی تکون کالوفرة. زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از موهای سرشون میگرفتند حتی تا اینکه موهایشون وفره بشود. وفره معناش چی است؟ میگفتند که مویی که از بالای کتف کمی بالا میشد، از همین کتف، یعنی مویی که به کتف میرسد یا که به همین گوش، به لحمی گوش، یعنی به این نرمی گوش میرسد، این رو وفره میگن. و این چون گفته شده است که یعنی مویی که به کتف میرسد، از کتف کمی بالا هست. و امام نووی رحمه الله در شرح صحیح مسلم مجله 5 صفحه 4 میگن که مجله 5 یا که والله 4 بود، میگن که فيه دلیل على جواز تخفیف شعور للنساء. یعنی این حدیثی که در روایتی که در این کتاب امام مسلم آمده است که زنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم موهایشون رو پست میکردند، کوتاه میکردند تا اینکه موهایشون وفره شد. وفره یعنی وفرتی یعنی موهایشون از کتفشون کمی بالاتر. و گفته شده است که قیل یعنی این سخن ضعیف است البته تا نرمی گوششون باشد. و امام نووی میگن که همین روایت دلیل هست برای جایز بودن تخفیف کردن، یعنی کوتاه کردن موی. بارک الله فیکم. پس از این دلیل میبراید که کوتاه کردن موی به خاطر زینت، به خاطر زیبایی جایز است و همین را زنهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم انجام دادند، خیلی که در روایت مسلم آمده است. کان ازواج النبی صلی الله علیه و سلم یأخذن من رؤوسهن حتی تکون کالوفرة. و تمام علمای اهل سنت و جماعت اتفاق میکنن که برای زینت در این حالت جایز است و وفره یعنی زن مویش رو از کتفش کمی بالاتر برد، یعنی مویش تا کتفش رسد یا کمی بالاتر و پستر باشد، در این حالت جایز است. اما از این زیاد پس کردن جایز نیست. بارک الله فیکم. اما خود رو به کافره ها مانند بکند یا که سخت مویش رو غلو کنان پست کند و خودش رو به مرد مانند کند، خودش رو یا که به زنها می کافر مانند کند، در این حالت جایز نیست. اما اگر کمی مویش رو پست بکند از سبب زیبایی، به خاطر زیبایی یا به خاطر اینکه مویش بینهایت دراز است، از کتفش هم پایان است، شوشتنش خصوصا در فصل زمستان یا که پاک کردنش، نظافتش مشکل است، در این حالت کوتاه کردنش جایز است، باکی ندارد. بارک الله.